داره اندازه 7 تا فرودگاه مهرآباد. یه خیابون داره اندازه 7 تا شما کی باشین؟ حامد پهلانه. یه چتر خیسا دریا کنار و پرسه های عاشقانه زل میزنم به چشمای مستت. این جوجه هم ناراحت میشه اگه دل من با باباش صاف نباشه. قربون تو این جوجه جبران میکنم واسه شهرزاد جان. الان وقتش نیست. شهرزاد جان قباد اینو میندازی بیرون یا خودم بیرونش کنم؟ آروم باش شیرین، آروم باش. گوش کن شیرین خانم، یه بستنی اکبر مشتی مهمونم. ای جان اونو میتونی؟ قربونت برم، قربون خودت و اون بچه‌ای که بس. قرار بود نام هم جزء 22 نفر رد بشه که از ناحیه زانو در تمرینات آسیب شدید دیدم. 2 بار جراحی کردم ولی دیگه فوتبالیست نشدم بعد از اون آسیبزگی مزمن خیلی اذیتم کرد. بعد رفتم به دنبال کار مربیگری. قصه خوردین؟ نه. برام خدا سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم حضور همه شما بینندگان عزیز و ارجمند علاقه‌مندان برنامه فوتبال برتر. تشکر از جواد خیابانی عزیز. بریم ببینیم چه اتفاقی در این مسابقه رخ داد. اولین حرکت از بازیکن پرتغال و یه چی پای آقای خیابانی رفت روی سیم تصمیم یه لحظه قطع شد. دارم من خندیدم ببخشید. مادرمو چه نتانتی. خودت چیه برات نگه داره عزیزم. بچه‌ها جشن نداره سلامتی باشین بیاین اصلا. من پام درد میکنه. باشین بیا زشته بابا. باشین بیاین. تا من رو بیا باشه. خانم گلای خانم گل برام سخت تحمل قدماتی روی چشما میگم کریم تو هاتیه سراز بونه داره ولی و بچه شهریه Gangnam Style. Gangnam Style. انت معلم واحنا منك نتعلم. شما رفت بلد نیستین. ساعت 1 شب همه خوابیدن. بابا میخوام بخوابم. جان بچه‌تون بی خیال الان پیشی که مادر میاد دعوار میکنه بهش گفتم. اون چی گفت؟ گفت من کله برمه. من با این همه احساس، من با این دل حساس تو این شرایط خاص ببین دلم فقط تو رو خواست. من با دستای خالی ولی عشق عالی درست همین هوا. این دید و بازدیدای عید فکر میکنید چه فایده ای داره؟ بله. چه فایده ای داره این دید و بازدید؟ بله. الان چه فایده ای؟ راستش میخوام بگم اگه قرار باشه خدا به من بچه‌ای بده، اون بچه هرچی که باشه بچه شما